در شهر اسفره روز جوانان تاجیکستان در فضای ایدانه و با آرزو و نیت‌های نیکی سازنده تجلیل گردید. نخست هزارها جوانان شهر و دیهات اسفره با شعارهای وطندوستانه و پرچم‌های دولتی زیر شعار جوانان پیرو پیشوای ملتند در خیابان مرکزی شهر راهپیمایی نموده جانبداری خود را از سیاست سازنده و بنیادکارانه سرور دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند. باید تذکر داد که الحال در حدود شهر و دیهات اسفره بیش از 90,000 جوانان تا 30 ساله زندگی به سر میبرند که در پیشبرد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات نقش نظررس دارند. اقدام جوانان خودآگاه و سازنده شهر بابت دایره‌سازی راهپیمایی به افتخار روز جوانان تاجیکستان بیانگر آن است که جوانان با ننگ و عار وطن عزیز ما اقدام‌های پرزیدنت کشور را بابت دستگیری جوانان با اخلاص و مهر و سعادتمندی تمام استقبال می‌نمایند. ضمن مبارکبادی‌های صمیمانه تاکید گردید که امروز کشور صاحب استقلال تاجیکستان در فضای آرام و آسایشته صلح و وحدت به سوی آینده درخشان قدم‌های استوار گذاشته مردم شریف دیارمان با شکرگزاری از این نعمت بی‌بها مهنت فداکارانه و صادقانه نموده ایستادند. با باوری تام میتوان ذکر نمود که واقعا هم جوانان عصر نوین نیروی سازنده و فرداساز و پیشبر جامعه صاحب استقلال ما میباشند. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای تهیه سیاست دولتی جوانان شرایط مساعد فراهم آورده است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌هایشان قید نمودند حکومت غمخواری را نسبت به نورسان و جوانان من بعد نیز ادامه بخشیده به این نیروی توانای کشور که مرز و بوم تاجیکستان را حمایت می‌کند، کشور را آباد و زیبا می‌گرداند و نام وطن اجدادی را باز هم بالا می‌بردارد همیشه تکیه می‌نماید. در انجام از جانب اهل هنر برنامه ایدانی فرهنگی نمایش داده شد که سرشار مهر و محبت بی‌اندازه به میهن محبوب شکرانه فضای آسوده و آرام و روند معرکه عظیم بنیادکاری و سازندگی سراسر مملکت بود.